وزارت معارف و علم تاجیکستان به یک بارگی مجوز 80 مکتب رانندگی را بازخواند و همکنون شهادتنامه رانندگی را میتوان تنها در مکتب‌های رانندگی متعلق به افتسنتل پیدا کرد. سنجش یک ماهه وزارت معارف و ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی معلوم کرد که شرایط مکتب‌های رانندگی به طلبات جوابگوی نیستند. طبق خلاصه مقامات در بیشتر مکتب‌ها کادرهای خوب آماده نمی‌شوند و سببگار بیشتر سر زدن صدمه‌های نقلیاتی نیز محض آنها می‌باشند. یک فضای یگانه در جمهوری فراهم آورده شود. باید که همکاری خود این مؤسسات تعلیمی با افتسنتل براه مانده شود. فقط به اون خاطره که افتسنتل توانسته است که شرایط مساعدی هم تعلیمی و هم تجربوی تمرینی را در تمام جمهوری فراهم بیارد و این شرطنامه امکانیت می‌دهد که بچه‌ها بعد از خواندن کارهای تجربوی یعنی راندن ماشین و دیگر فعالیت‌ها را میتونن که در همکاری با افتسنتل براه مانند. ختم کنندگان این مؤسسه میتونن که در افتادرام ها رفته از تمرین بگذارند. عظیمجان 96 نخستین مکتب خصوصی رانندگی در شهر دوشنبه است. این مکتب از سال 2003 فعالیت دارد و سالانه زیاد از 400 نفر را با سند رانندگی کاتگوری B تامین میکند. این تعلیمگاه تا سال 2019 اجازه کاری داشت ولی مجوزش بازخواند شده است. اساسی سببش همین که از روی حاضر این طلبات نو مازی مودی تکنیکی به فکرم موافقه نمی کند. برای همین محکم کردن. وزارت معارف ممکن بیند و یکان چیکنن نمیدونم اگر شود دوام میدیم دوام بتن دوام نمیدیم. مسئولان شرکت فراز که مؤسس افتسنتل می باشند تصمیم مقامات را در شرط وجود قرارداد با شرکت افتسنتل برای گرفتن مجوز به خود ربط نمی دهند و گفتند که با وجود چنین شرطنامه نیاز ندارند. خدمات ضد انحصاری میگوید مکتب‌های رانندگی اساسیت راننده و نقلیات را تشکیل کردند که مؤسسش شرکت فراز است. میان شرکت فراز و امور داخله قرارداد است. بر اساس آن کارهای غیر صحوی که ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی اجرا میکرد حالا این شرکت انجام میدهد. مثال پیش اگر مؤسسه‌ای که با همین کورس‌های راننده تیار کنی تشکیل و سرکار داشتند تکنیک و تجهیزات خود رو نداشتند. حاضر همین جمعیت ها همش یک جای شده همین تکنیکی که از طرف فراز با نمایندگان خود تشکیل داده اونها رو استفاده میکنند و همه اونها در اساس شرطنامه‌ای که بسته شده است کارهای همین چیزا رو به اجرا میرسونند. مکتب‌های رانندگی بر اساس شرطنامه با افتسنتل یا فراز باید کار خود را به راه مانند یا کارشریک آنها باشند، اما به قول مسئولین خدمات ضد انحصاری این مونوپولیا حساب نمی شود، زیرا تمام تکنیک از فراز بوده کار آنها طریق شرطنامه به راه مانده شده است. در تاجیکستان 380 مؤسسه های تعلیمی رانندگی موجود است که اکثرشان کارشریک افتسنتل می باشند. تحصیل در مکتب‌های خصوصی رانندگی از 40 روز تا 3 ماه را در بر میگیرد و با شمول تمرین و امتحانات در مجموع 700 سومون قیمت دارند. در شرکت افتسنتل وابسته به کاتگوری تا 2000 سومونی را تشکیل می دهد.